آقا سام خودتی؟ سلام بچه‌ها، خوش اومدید به یک ویدیو جدید دیگه. حسام هم کوچیک همتون. امروز اومدیم بریم کجا؟ قله زو. باریکلا. حالا کجاییم؟ کدوم شهریم؟ مشهد. قله زو یکی از بهترین جای گردشگری مشهد دیگه. زوم کن کجا می‌خوایم؟ باریکلا. قله رو بچسب. حاجی بیا حاجی بیا حاجی به آخرش رسیدیم دیگه. این تجربه عالی. به گامون دادیم. این چیتون؟ آخه من نمیدونم. من تو نکردم. حاجی سال دهم بچه‌ها کلاس معلم دیوونه انگوش می‌کردن کار. داش این چرا تو ویدیو گفتم؟ قیافه من چیزی می‌خوره. مردی که تو آهنگ کپی رایت می‌خوری. من این نوره. ایران نصب نکنید کلا. داش دختر شیرازی. چی میگی؟ آقا به من گفتن از عوامل پشت صحنه که در مورد دختر حرف نزن ولی گل زیاد بخوره. بوای. آه کفتر. خسرو کلام. خوش سامی. سفر که اومدیم. اینجا مثل سد یخ. یعنی واقعا هر قدمی که گذاشتی 10 دقیقه طول میکشی. میدونم به تو A few moments later. دوراهیه ها. چپ یا راست یا چپ؟ وسط اینجا یادش وسط رو بینه بباش. چپ یا راست؟ اینجا که چیزی نیست دقیقه. فیلم بردار ابله. چپ یا راست؟ من میگم چپ. یعنی تو نگاه میکنی چه باشه حالا چپ راست کیش دوستان از همه الان خودم گذاشتیم. چرا پرت من بس یکی میگه وقتی میخوره دیگه این راه پربرکتیه که سیب زمین باشه. 2 نفر دارم یعنی 2 نفر زندگی 2 نفر یا عقب اولین میراث فرهنگی کردیم اینجا در جای به موقع من دارم. آقا همکنون مشهد. وای حاجی پشما دهنم گاییده شد. فیلم بردار رضا کسخور. اینم یه چیزی من یادم رفت. شیما کاتوزیان، تناس شاهین. تخریب اصلا از سنگین‌تر اصلا وجود نداشت. ما برای اینجا اومدیم اینقدر را بچه‌ها نه از اینجا نگه برو اون نو سانیز همکنون قله زو. بالا قله ایم و هزار بدبخت. پایین خوش بگذره. چرا آیا اومدیم؟ همکنون حسام اومدیم بالا. دیگه رو بگی از اون اومدیم بالا. چه حسی دارید؟ خوشی ندارم. حاجی واقعا دهنم باید. واقعا دهنم سرویس شد. پایین رفتن از این ور بریم. پایین رفتن نگاه من بگی نگاه اونجا رو می‌بینی اونجا با ماشین میان پارک کنه اینقدر میان. دمشون هم گرم. ما کجا اومدیم اون نه کجا. ما باریکلا از اینجا بریم باید بریم اونجا بریم اون سر که اومدیم اول. فهمیدی؟ ما اینو بریم یا راست میریم همونجا از اونجا در اینو باید اینجوری دیگه همون تقریبا همین قیل بخوریم تو پایین بریم ها. باش. فیلم برای حق نظر نداره به نظرم. نیم کیلومتر قله زو. اینجا حال شطرنج بزنیم روی صندلیش. هوا خوبه. خوراک هم میکنه. قله زو 1500 متر.
نمازخونه هست اینجا چی؟ این قرار چی باشه؟ از این وکی هیچی نیست. فکر کنم نمازخونه هست چی بچه؟ بگیر از من آسا باستان چیزی که نید نکنم باشه. آجی سال دهم بچه ها کلاس معلم دیگه ننگوش میکردن داشت این چرا تو ویدیو گفتم؟ نداره علاقه دارم فکر کنم نمونه که نگاه به این محتوا شوخی نمیکنم. A few moments later. راست میگم حقوق آقای فیلمبردار. حقوق فیلمبردار؟ نگاه نه ببین اون کاسه مال خوده. آقای فیلمبردار نصفشو الان نه بذار یه لحظه آقا شاباش نمیخوای بدی بده درست نصفشو بزنم نکنی. اینو الان بگی بقیه‌شو پایین بدیم. نه حالا یه چیزی من بگم اول کاری اینو شما من بده. نگاه چون همون گناه داره. چون ما انسان‌های شریفی هستیم. بذار ببینیم البته ما انسان‌های شریفی هستیم. دست جلو دیگه نه آقای فیلم دادن که همین رو میدم. داش نیست. می‌خواستم بهت یک چیزی بهت یک کیف هدیه بدم. رفتیم پایین گفت 3 تومانی. من گفتم نه ولی چون دیگه هست دیگه یک دهی هم هست ولی تقدیمت اینم دیگه چسب بزن ولی ممکن از دیگه بذار پایین بهت میدم. چی دادی دستا؟ مرد ساله بگیر اینا. بده فیلم بردار بگی منو از این بهتر اصلا هست فیلم بردار. بیا برو پول نمیگیره بابا دمت گرم. اینجوری که این فیلم برداریم مثلا اینجوری که این پول میده. اینجوری که این فیلم رو من یک شیر بهش میدم. بیا برو بچه داریم فیلم می‌ذاشتیم می‌رفتیم بهتر. آقا هر کس نگاه من مطمئنم این ویدیو رو می‌بینن. حالا یه سری تعداد کمی 20 نفر 30 نفر هر کی این ویدیو می‌بینه واقعا ما کسخل نیستیم. کسخل نیستم کنین بچه. حاجی بیا قیافه من چیزی می‌خوره. مرتی که تو آهنگ کپی رایت می‌خوری من. این نوره. ایران نشر نکنید کلا. داشت دختر شیرازی. چی میگی؟ آقا به من گفتن از عوامل پشت صحنه که در مورد دختر حرف نزن ولی گل زیاد بخوره. ماه همیشه دیدیم شد بچه نکنیم که نگاه می‌کنم بگی وای مرتی که ماهه چقدر اونجاییم؟ نیم ساعت بود. شاید حالا دیگه همه 1-2 تومانی بهترم نصفه بود. یه خوی قبول نکردی به من. درستی 1 میلیون نه. خوبی که از حد بگذرد نادان خیال لبت کند آقای فیلم بردار. زنبور تو فعلا راه بر زنبور نکن. اشتباه بابا گفتی. زنبور که پروانه رو بگید. بابا اشتباه گفتی. کو اون میشه خوبی که از حد بشه میشه وظیفه. What? Really, nigga? من برم خونه مامانم میگه غذا خوردی؟ نه داداش غذا نخوردم ما تیزی خوردیم 2 تا میزنم قیافه ما تیزی میخورم ما غذا نمیخوریم اشتی ما تیزی خوردیم 2 تا میزنم 2 تا گوه میخوره همین بلندتر رد چاقو رو ببینی رد چاقو تیزی نه نیز بخور مرتی که تو آهنگ کپی رایت میخوری من دیده میشه اینجا دیده میشه از اون این اشی من بچه بودم دستم رفته تا پله برقی داداش منم کلام بابا هممون زخم خورده روزگاریم نه دخترم نه یه جمله بگم تا ویدیو تموم نشده بابات انقدر کار میکنه نکن کونی انقدر کار میکنه هزینه میکنه برای شلوار نو میخره بعد تو مفتی درش میاری یالا ماشاءالله شومده بره این راجب خود Really, nigga? بیور رواش حاجی این الان تقریبا چیزیه که ما مشهد پرفکت واقعا مشهد نصب کنید عالی مشهد نصب کنید این نوره ایران نشر نکنید کلا. داشت دختر شیرازی چی میگی؟ آقا به من گفتن از عوامل پشت صحنه که در مورد دختر حرف نزن ولی گل زیاد بخوره تو راه برگشتی راه قیافم یعنی اصلا معلومه دهنم گاهیده شده صدا میاد بگیره این نداره دارن تمرین تیم ملی فوتبال ایران دست بنده خدا قطع بود خب چرا بودن میگی بس حالا گفتم شاید فکر نکنه مسخرهش میکنیم و ما واقعا نمیکنیم نه فکر میکنم ذات درک آقا ما از کجا اومدیم بگید بچه نکنه تاریکی و عمیق ما از جا نه اون جلو رو بگید ما از اونجا اومد ما الان باید بریم اونجا باز خدا بزی کنی تموم کنیم ویدیو کذایی نه باید باشه
تا کجا میخوای ببریم؟ اینا رو کات کنه. نامستون کنه هیچ گویی نخورده. برگردیم اونجا. بگی فیلم بگی. آجی از این راه سیاه هم ما اینو با قرار بریم. راه سیاه یا منظورتون راه تاریک بود آقای فیلم بردار؟ سیاه و تاریکش فرق براتون. این یک تیکه پول آقا فیلم اینم دومیش میدم بهش نگین پول ندادین. یا وقتی جیب خودت تو یه نجات پرست آشغالی میفهمی؟ Really, nigga? تو یه نجات پرست آشغالی. حالا صورت نشون بدم یه حرف میزنی برو. واقعا ترسناکه. هاش سه تا گرگ داریمت به قرآن. کسخل چرا از این راه میری؟ واقعا یه خیالی از این عجیب. ناموس هاش اینو باید بگیریم. این صحنه رو باید بگیریم. کانجنگ اینو بگی. اینو صحنه اینه. همین تو کونه. بذار باشه میگه دارش. دیگه دارش مجبوریم. ما قوی باشه. کسخلی اینو خدا وکیل. بچه اگه مردیم حتما ساب کن خب. نه بیا الان نشون میدم آقا. آره یا میمیریم یا نشونش بدیم. این ویدیو اگه سالم ضبط شده. بذار بگم. به جون خودم به قرآن نگاه اینا. آقا بیا ببین کیه زنگ زده بهش. 771 که علی محمد کیه؟ علی محمد داداش ولش. آقا اگه زنده موندیم بهتون خبر میدم. آقا بفهمن تو اونا تو چیزا من 100 بار که اینجا نه چون 100 بار یا تو ما ثابت می‌کنی یا میمیریم. داداش آقا یا این ویدیو در میاد یا در نمیاد دیگه. خدا با جلو برو جلو تو اول برو آفرین نور دستت اولویت نوره بیا کنار من بیا اون ور بچه‌ها هیچ جلومون نمیبینه هیچ چی هم قرآن حاجی هیچ این اصلا نمیبینه ویدیو رو آجا ببینم حاجی این الان بابا ویدیو پشت چی فیلم ترسناک این مردم آقا بگی آروم آقا بچه‌ها این عمق اتفاقی که بگیرن خفتمون کنن جایزه خوبی ستامون کلیامون رفته کلی آخر گوشیمو کمال میبینم این میشه اولین و آخرین ویدیو این گنده داش نور رو بگی نمیبینیم جلو ما بیا جلو این تجربه عالی بگامون دادیم ناموسن گفت این چیه تو آخه من نمیدونم من تو کردم جدی چی نمیشه گفتم اگه ویدیو حمایت بشه ساعت 6 میام با جون محمد نکنیم بخواد رو بکشه یه آدم اون جلوه حاجی میبینی؟ حاجی اصلا تو دومی هیچی معلوم نیست معلوم نیست جدی من چی که معلومم تو هم معلوم نیست این نون چی دست سیاهی من داره معلوم میشه ولی نمیدونم حاجی خواهی الان این واقعا ناف واقعا میبینم اصلا ایزیه برام این آره آره چرباش نکن بند ناف الف پیدا چرا می‌کنی چرباش این شلوار برام آوردی سگی A few moments later. حاجی بیا حاجی بیا حاجی به آخرش رسیدیم دیگه اینجا بس اینجا بومبست اینجا از این بعد جهنمه از بچه اون شچیم نه بقیه جهنم. راه دیگه نده اون بر راه بود راست دیده میشم متاسفانه آره نه الان خوبه یعنی آره ویدیوهای بعدی تا کسخلیای بعدی فعلا